اکثر فقیهان اسلامی مقرر کردند که و کشاورزان، چارواداران و شخصان مشغول با دیگر کسب و کارهای پرمشقت که گرسنگی یا تشنگی سخت به سلامتی آنها ضرر می‌رساند، خوردن روزه اجازت است. مقصد در تاجیکستان فتوا دادن که انا روزه هاتون بخورید. برادرای عزیز، این خیلی فتوا هیچ وقت صادر شدگی نیست یا هیچ کس ماه رمضان منکر نشده است، بلکه چیزی که صاحب این کتاب گفتن همون نفرهایی را که همین مردم در نظر دارن، همون سخن اول در همین درون کتاب همون سخن اول در همین درون کتاب. سوال آمده است که انسان‌هایی که به کارهای وزنین و مشقت آور مشغولند، بمانند دهقانی، کشت و کار، که از پگاه تا بیگاه کارهای سخت را انجام می‌دهند، کارهای وزنین را انجام می‌دهند، آیا از نظر شریعت جایز است که اینها روزه ندارند و روزهشان را بخورند؟ بارک الله فیکم. البته این یک چند سال است که ما می‌بینیم که ماه مبارک رمضان در ماه‌های تابستان و بهار می‌آید. امسال در فصل بهار ماه مبارک رمضان الحمدلله رب العالمین که وارد شد و آمد و این معروف است که در این فصل دهقان‌ها به کشت و کار کردن و جمع آوری کشت و کار و میوه‌جات ها مشغول می شوند. به خصوص مسلمان های تاجیکستان که به جمع کردن زردالو مشغول می شوند در این ماه و این چنین به زراعتکاری و به کشت و کار و به غیره. آیا می توانند که اینها روزه خود را بخورند و اصلا روزه ندارند؟ چرا این سوال را کردند؟ اولا این سوال معروف است، جوابش هم معروف است، تا امروز این مسئله معروف بود، لیکن امروز یک مفتی جدید برآمده است. این مفتی یک طاغوت است، این مفتی یک مرتد است. این مفتی اصلا هر چیزی که خواست فتوا میدهد. این رئیس جمهوری تاجیکستان است که یک میبرد فتوا میدهد که حجاب از ما نیست و حجاب را انکار میکند و لشکرانش و این طاغوت پرستان و مشرکان که رئیس جمهور را به خودشان اله گرفته‌اند میبرند تمام حجاب پوشان را، سبحان الله، حجابشان را میکشند. یک میگوید فتوا میدهد که ریش از اسلام نیست، همه لشکران طاغوت پرست ها میبرایند ریشی جوانان مسلمان را میتراشند. یک میبراید اینو آن فتوا میدهد و امسال فتوای جدید برآورده است که کسانی که مشغول به زراعتکاری و کارهای مشقت مشغول هستند به اینها روزه واجب نیست، به اینها اجازت است که روزه ندارند. و یک طاغوت پرست دیگری، لشکر این طاغوت، مفتی شرمنده و شرمسار طاغوت پرست میبراید و برای دفاع این طاغوت فتوا میدهد، نه به خاطر الله و رسول، به خاطر دفاع طاغوت. چگونه که همیشه همه فتواش برای دفاع طاغوت است. یک فتوای نوبتی برای دفاع طاغوت میدهد و میگوید که در 4 کتاب آمده است که در حالتهای ضروری انسان روزه نمیگیرد و این چنین دهقان‌ها اگر روزه بگیرند قحطی می آید، میوه ها را جمع کرده نمی شود، از همین جهت روزه نمی گیرند. این فتوا را به کدام اساس؟ به اساس 4 کتاب؟ نه، 4 کتاب که اصل نیست. ما که قرآن و سنت داریم. نویسنده 4 کتاب که شما میگید کی بودنش معلوم نیست و از مذهب ابو حنیفه بودنش حتی معلوم نیست، بیاید لااقل از مذهب خودتون که ابو حنیفه میگید بگوید. شما کی هاست که
ضد مذهب ابو حنیفه سخن میکنید، کی هاست که براءت خود را از ابو حنیفه اعلان کردید، لیکن به خاطر فریب مردم این طاغوت ها باز ابو حنیفه میگن. اگر ابو حنیفه امروز زنده میبودند قسم به الله که اینا اولا ابو حنیفه رو به قتل میرسوندن، ابو حنیفه رو نابود میکردن. لیکن بیاید این مسئله رو میگیم. مسئله همین است که روزه داشتن این یکی از رکنهای اسلام است. چه که عبدالله ابن عمر و دیگر از صحابگان روایت میکنند، حدیث در متفق علیه آمده است، بخاری و مسلم روایت میکنند که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم بنی الاسلام علی خمس، اسلام به 5 پایه بنا می شود. اسلام 5 رکن دارد. ستونهای اسلام 5 است که اولین شهادت ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله، شهادت دادن بر اینکه نیست معبودی بر حق بجز الله و محمد بنده و رسول الله هستند. کفر بالطاغوت و ایمان به الله، النفی و الاثبات. بعد از اینکه این چیزها به وجود آمد، لا اله الا الله، محمد رسول الله، رکنها و شرطها، توحید به وجود آمد، نماز خواندن، اقامت الصلاه، انسان باید نماز بخواند. کسی که نماز نمیخواند کافر است به اجماع صحابگان. و ایتاء الزکاه، و باید زکات بدهد. کسی که زکات نمیدهد، گشته و برگشته نمیدهد، این هم کافر است. و بعد از این رکنی چهارم، ستون چهارم، بنای چهارم اسلام، ریشه و اساسی که از اسلام، این داشتن روزه گرفتن است. روزه گرفتن ماه مبارک رمضان، صوم رمضان، و بعد از این حج بیت الله الحرام، حج کردنی خانه الله. حدیث 100% صحیح است. روزه داشتن این رکنی اسلام است. پس اصلی همه انسان ها روزه گرفتن است، بجز کسایی که الله و رسولش اجازت داده است که برای شما اجازت است که روزه نگیرید یا که قضا بکنید. اینا میگن شرط های واجب بودن روزه. کدام وقت روزه به کسی واجب می شود؟ کدام شرط ها باشد؟ البته شرط های حسی و شرعی وجود دارد. مثلا یکی از شرط ها این است که کسی که روزه می دارد، زنی که روزه می دارد، حیض نباشد، نفاس نباشد. یعنی کس زنی که حیض است، حائضه است، زنی که تولد کرده و بعد از تولد خون می آید، نفاس است، این زن روزه نمی دارد. چرا؟ برای که خود الله سبحانه و تعالی و رسولش اجازه داده است. و البته که روزه رو قضا در دیگر ماه می دارد. و حسی، بمانندی علما میگن حسی و دیگر از شرط ها این که انسان مریضی شدیده نباشد که از سبب کسلیش روزه داشته نتواند. یعنی همان وقت برای انسان واجب است که کسل نباشد. اگر انسان مریض باشد، کسلی شدید باشد، می تواند که روزه را بخورد و به یک روزش طعام بدهد، به هر روزش طعام بدهد به مسکینه، فقیره. و این چنین کسی که در سفر هست، کسی که مسافر است. الله میگه این کنتم مرضى او علی سفر فعدة من ایام اخر. اگر شما مریض باشید، کسل باشید یا که مسافر باشید، شما از روزهای دیگر قضا می‌دارید. یعنی اگر کسلی شما درست شدنی باشد، شما کسل شدید در ماه مبارک رمضان، روزه داشته نتوانستید و باز صحت شدید، البته که روزه را قضا می‌دارید. شما مسافر بودید، از سبب مشقت به شما اجازت است که شما روزه رو بخورید و اگر روزه رو به سبب قدرت و توانایی دارید هم باقی ندارد. خیلی که حدیثی امام بخاری و مسلم به این دلالت میکنند که انس بن مالک روایت میکنند که با همراه پیامبر صلی الله علیه و سلم سفر میکردند و بعضی از صحابگان روزه دار و بعضی از اونها روزه رو میخوردند و کسی به اونها به هم دیگر نمیگفتند که تو روزه چرا داشتی و تو روزه چرا خوردی. یعنی کسی که قدرت دارد در سفر دارد هم باقی ندارد. اگر ندارد، این رخصتی الله هست، در دیگر روزهایی که از سفرش بازگشت مقیم شد روزه رو میگیرد. و این چنین باز میگردد کسانی که
زنهایی که حامله است، زنهایی که شیر میدهد، اگر روزه رو بگیرد به اونها ضرر آید. این مسئله دیگر است. این مسئله به مانند این دهقان است. مسئله دهقان ها و مسئله اینا چی است؟ برای اینها یک و یک باره جایز نیست که یعنی از اول ماه رمضان بگن که من دهقانم، من امسال روزه نمیدارم. این چنین سخن در هیچ جای شریعت نیامده است. 4 مذهب یگان نفر اجازه نداده است. بلکه به همه نیت کردن روزه جایز است. زنی که حیض نیست، زنی که نفاس نیست، کسی که مریض شدید نیست، مریض نیست، کسی که مسافر نیست، به باقی مانده از کسها، البته کودک نباشد، مجنون نباشد و دیگرها، به باقی مانده از انسان ها روزه گرفتن ماه رمضان فرض است و این اصل است. و این اصل است. علما میگویند وقتی که ماه مبارک رمضان به ماه‌های یعنی فصل تابستان، بهار، به وقتی کشت و کار و مشقت روبرو شد، در این حالت به شما فرض عین است مکلفین که روزه رو بدارید، نیت بکنید، هر پگاه روزی بخیزید، سحر بخورید، پیش از نماز خوندن یعنی پیش از فجر دهان رو ببندید، نیت بکنید و البته به کشت کار خود میروید، مشغول میشوید. اما در دوام کشت کار اگر ضعیف شدید، اگر قدرت و قوت شما دیگر تمام شد، پایان یافت، در این حالت برای این که شما به یگان کسلی، به یگان حرج دیگر گرفتار نشوید که ضعیف شدید، دیگر هیچ قدرت نماند، ترسیدید از نفستون که دیگر داشته نمیتوانید، شما بیهوش شدنتون ممکن است، غلطیدنتون ممکن است، کسل شدنتون ممکن است، در این حالت تناول میکنید به قدری همون قوه جسم خود و بعد از این باز دهان رو میبندید تا بگاه باز دیگر ضیافت نمیخورید. یک بار میخورید تا که قوه گیرید و بعد از این به خاطر احترام ماه مبارک رمضان دهان رو میبندید یا که فقط آب میانشمید اگر آب به شما ضرور باشد و بعد از این قضا رو در ماه‌های آینده در دیگر ماه‌ها البته به یک روزش یک روز قضا میدارید. مقصد چیست؟ مقصد این است که یگان نفر از علما و یگان از این 4 مذهب، یگان کسی نگفته است که کسی که دهقان است، کسی که کارش وزمین است، کسی که زراعتکار است، به کشتکار مشغول است، کارش مشقت دارد، مرحمت بسم الله از اول ماه مبارک رمضان تا آخرش خوردن گیرد، کی خواهد میخیزد نمیخیزد، این چنین سخن وجود ندارد. این فتوای این مفتی طاغوت پرست تاجیکستان است و این فتوای یک طاغوت دیگرش است. فتوای اینا اصلا به اعتبار گرفته نمیشود، بلکه علمای ربانی و علمای اهل سنت و الجماعت از سلف تا خلف میگویند که هر کسی که به کار مشقت مشغول باشد، هر پگاه روز به او واجب است که هر سحر نیت بکند، هر شب نیت بکند، به روزه داشتن همون روز هر روز نیت بکند و بعد از این روزه بگیرد، سحر بخورد، تناول بکند و دهانش رو بندد تا وقتی که قدرتش ادا می شود، تواناییش ادا می شود. در نصف روز دیگر قدرت ندارد، کار کرده شده است، در این وقت طعام میخورد و باز کارش رو دوام میدهد. اما اگر قوه داشته باشد، مثلا کار کرده شده است، کاری مشقت، یکی قوه دارد، در این وقت به او فرض است که روزه را تا آخر بدارد. انا با همین طریق علمای اهل سنت و جماعت جواب میدن، یعنی هیچ کس حق ندارد که بگوید که یعنی از پیش خود بخورید و بنوشید برای اینکه شما زراعت کنید. این خیلی سخنی وجود ندارد. هر یک زراعتکار، هر یک دهقان، هر یک کشتکار، هر یک مرد و زنی مسلمانی که امروز زردالو دارد، امروز برای جمع کردن زردالو می رود، برای اینها فرض است که این رکن اسلام را عمل بکنند، به جا بیارند، هر پگاه روزی بخیزند، روزه رو یعنی سحری بخورند، طعام بخورند، به روزه دهان بندند و نیت بکنند و در دوام روز اگر قدرت داشته باشند تا آخر روزه رو میبرند. اگر قدرتشون تمام شد، مشقت زیاد شد، دیگر نتوانستند و قدرتشون از بین رفت، از نفس خودشون ترسیدن، در این حالت در مابین روز روزه رو میخورند. اگر در حقیقت همون در وقتی که قدرت از بین رفت، در وقتی که دیگر قوه ندارند، مجبور شدند، در این حالت میخورند
و قضا می‌دارند در روزهای دیگر. اما اگر قدرت داشته باشند روزه خوردن برای اینها حرام است. یک انسان دهقان است، قدرت دارد، بر روزش کار میکند، با قوت دارد، طعام خوردگیش حول در قوتش هست، به این انسان حرام است که روزه رو بخورد. برای چی؟ برای اینکه اصل این داشتن روزه است، برای اینکه الله روزه داشتن رو فرض کرده است. کتب علیکم الصیام، برای شما روزه داشتن فرض بود. الله میدانست که شما دهقانی دارید، این یک سنجشی الله هست. برای همین وقتی که روزه داشتن با کار دنیا روبرو می آید، ما باید هر دوی این رو به همدیگر جمع بکنیم، نه اینکه دین رو ترک بکنیم و دنیا رو بگیریم. هر دوش رو بین همدیگر جمع بکنیم. مرحمت دهقانی رو کمی پگاه روزی بکنید و بعد از این دم بگیرید، ذکر بکنید، دعا بکنید و باقی مانده از کار رو شبانه بکنید و به خاطر دین حرکت بکنید. بله مشقت دارد، به مشقت البته که نمی شود. علما میگند داخل شدن به جنت این به مشقت است و داخل شدن به دوزخ این به واسطه شهوت است. از همین جهت بارک الله فیکم احتیاط باشید، به دین خود حریص باشید و در حالت شنیدن این گونه فتواهای طاغوت پرستان البته تحقیق نمایید که طاغوت پرستان میخوان که شما هم طاغوت پرست باشید، غلام ها میخوان که شما هم غلام باشید. اما شما بندگان الله باشید، نه بندگانی دیگری، نه بندگان طاغوت. شما هر یک گفته علما رو که مخالف قرآن و سنت میگوید یک فگوره اطاعت نکنید. همان زمانی که موافق قرآن و سنت شد، همان زمانی که موافق گفته صحابگان و تابعین و تبع تابعین شد، بعد قبول میکنید.